خوش اومدید به مجموعه فان میم پود قسمت سوم. رضا بابام بیاد به قرآنش میگم. به قرآن بهش میگم رضا. به ترسی دارم. باشه دیگه. باشه. من اگه نگفتم تخم بابام نیستم. بیا اومدش اومد. رضا پاشو باยาสีฟันสมุนไพรดอกบัว Bro, what the fuck? Nah, hey, Thailand. Hey, Thailand. Thailand. Fuck, like, y'all turned this motherfucker to some toothpaste? Y'all use this black fucking man for toothpaste? نگو به تو چه؟ بگو به تو چه؟ برو باشه کونی. مثلا دقت کردیم مثلا خود پزشکا خود متخصصین مثلا خودشون رو صورتشون عمل جراحی انجام ندادن، مثلا خود شما دکتر بینیتون عمل کردین؟ بله. عمل کردین؟ بله. خب این خانم شیک زدن یاد میده و در آخرش حتما تمرین کردی برام ویدیو بفرستید تا رفع اشکال براتون انجام بدم. این رو پیگیری کردن و فهمیدن که ثابت پید یه پسره و اسمش هم امیره. شما اگه شاه دایره رو داشتی اینجا یه خط مماس بکشین دوتا حتما با هم بودن. پس اتفاقی که میفته اگر از جایی که سیم وجود داره به نقطه‌ای که میدانشو کشیدی یه خط رسم کنی، حتما این خطه به میدان رسم شده عمود. همینطوری. چه دوست ندارم عاشق خودم نیستم. چرا؟ چون که میمیرم برات. اکیام تو این زندگی اکیام تو این دنیا اکیام تو کسان بیارم بگید خوب من محبوب من نترس دارم ان میکنم. برا معرفت چیه؟ برا معرفت اینه که اگر ناراحتت کردم معذرت میخوام. اینو بهش میگن برا معرفت. اگه کر بیختی که خوب کاری کرد، اگه ارچی بهت گیر دادم ببخش شرمنده. این آقا داره منو خف میکنه. کوروش کمپانی 40 میلیون از ما گرفته 2 تا گوشی آیفون برای ما بفرسته. من برای پدر مادرم سفارش داده بودم. آخه این چه وضعیه؟ نگاه دست کارگری بکن. آخه خدا رو خوش میاد پول ما رو کشیده بالا. جوان مال باخته چه نیتی داری الان؟ من نیتم اینه یه فالی بگیری ببینم آیا این پول ما برمیگرده، آیا این مالی که باختیم برمیگرده یا نه. من بسات پس یه دونه طالبینی هندی میگیرم قربونت برم. از موکلم ابو خلف سوال میپرسم که آقا افشین این جوون مال باخته که 40 میلیون تومان پول داده به کوروش کمپانی، با پول زحمت کشیده بوده، با پول کارگری بوده، دستاش هم خب پینه بسته، دیدید همه.
آیا به پولش میرسه؟ پولش دوباره برمیگرده؟ کیرتوکو مامان کوروش کمپانی، کیرتوکو مامان کوروش شریفیان، کیرتوکو مامان هر کس که تبلیغش کرده. پیگیر نبودید مادر جندا پول مردم کجا میره، فقط پول گرفتید. مادر جنده فقط پول گرفتی، کیرتوکو سرت بره. شما نیاز جنسیتون چجوری رفع میکنید؟ توکل خدا. دانیال آمد رکامن نقن داریم نه چایی نه تای داریم نه ساوی، نقن داریم نه چایی نه تای داریم نه ساوی، روغ ناریم سین ماهی، تحریم اقتصادی، عملی نجات کجایی، عملی نجات کجایی. نقن داریم نه چایی نه مرغ داریم نه ماهی، نقن داریم نه چایی نه مرغ داریم نه ماهی، تحریم اقتصادی، اقضای ممه گدایی، عملی نجات کجایی، عملی نجات کجایی. بله قربان. عجب چیه این من استاد؟ این یه با دعوا میشه به جای پاراژورم استفاده میکنم. تو سر هر کی بزنی شکسته. گوشی استاده. پس این الان فقط در حقیقت شماره میگیرین باشه؟ فقط شماره میگیرم. آره هیچ. چقدر خفنه این چیه؟ خیلی باحاله. پس اصلا شما کی خانواده خبر میدن بهتون که همچین مطلبی زدن؟ فقط خانواده خبر میدن قربون شما. خواهش میکنم. این دو گوشی منو قربون. باور بفرمایید. اصلا لمسی اینا نداره. گوشی دستسازه؟ اینو ببین. این چی بده؟ برو تو برای دوربین. خب با این اون وقت امر به معروف پایی میکردی؟ من زنجلیل ترین انسان روی کره زمین هستم. فقط من. زن عزیز هستی؟ بله 8 سال میرفتم خواستگاری خانومم. میگفت نه. دخترمون بود. دخترمون بود تا من میرفتم خونشون میرفت تو آشپزخونه بیرون نمیومد. ای بابا یه روز آخر ساعت دیگه گفتم دست کردم جیبم اومدم برم بیرون. احمد خطر بودین دیگه. آره یه دوزاری داشتم. دست کردم جیبم خانم اومد دم در که خداحافظی کنه. گفتم دخترم گفت چیه؟ گفتم این دوزاری خدمت شما شد. گفت خیلی جدی بود. گفت برای چی؟ گفتم ما رو تحویل بگیرید دوزاری بگیریم. یا یه خنده کرد. گفتم خندید دیگه. دیدم دیگه آره بالاخره بعد از 8 سال 8 سال خواستگاری میرفتی؟ آره بابا اصلا مگه الکی بود؟ چرا میگفت نه؟ دلایل خودشو داشت چون همه فامیلای ما رفتن خواستگاریش. حالا درست کن. یه فرنگ سالاد داشتم بود. کار میکردم خوبم کار میکردم. میدونی از چی ناراحتم؟ از این که بابا من بهترین عملکرد داشتم ولی میگفتن نه چون باید تغییرات ایجاد بشه شما باید بری. گفتم آخه باید نداره. اگه اینجوریه که خورشیدم هر روز داره در میاد تکرار داره میشه بده؟ نه اینا مگه بده؟